چرا ترامپ به گرینلند اینقدر علاقه داره؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا قراره که 20 ژانویه وارد کاخ سفید بشه، اما هنوز نیومده. ادعا کرده که جزیره گرینلند باید متعلق به آمریکا باشه. البته ترامپ در سال 2019 هم این ایده رو مطرح کرد، اما خب با مخالفت مت فردریکسون نخست وزیر گرینلند روبرو شد. اما جالبه که بدونید ترامپ اولین مقام آمریکایی نیست که ایده خرید گرینلند رو مطرح میکنه. از نظر تاریخی ویلیام سوات وزیر خارجه ایالات متحده در دولت آبراهام لینکلن بحث خرید جزیره گرینلند رو مطرح کرده بود. هری ترومن رئیس جمهور سابق ایالات متحده هم در مذاکرات محرمانه قبل از جنگ سرد پیشنهاد کرده بود که این جزیره توسط ایالات متحده خریداری بشه و آمریکا در طول جنگ جهانی دوم، یعنی زمانی که آلمان دانمارک رو اشغال کرده بود، این جزیره رو اشغال کرد. اما ممکنه بپرسید که چرا ایالات متحده به گرینلند علاقه داره؟ آمریکا معتقده که جزیره گرینلند یک نقطه حیاتی و یک موقعیت ژئوپلیتیکی فوق‌العاده مهم برای رقابت با چین و روسیه هست و اگر قرار باشه ایالات متحده بخواد در برابر چین و روسیه توازن قوا رو حفظ بکنه، باید حتما جزیره گرینلند رو در اختیار خودش داشته باشه. آمریکا یک پایگاه بزرگ نظامی در گرینلند داره و موقعیت جغرافیایی این جزیره اون رو به یک بخش حیاتی سیستم هشدار اولیه موشک‌های بالستیک ارتش آمریکا تبدیل کرده. ربکا پینکوس مدیر مؤسسه قطبی مرکز ویلسون هم میگه که جزیره گرینلند دارای ذخایر غنی و توسعه نیافته عناصر کمیابی هستش که زیرساخت‌های فناوری‌های پیشرفته و سیستم‌های تسلیحاتی مدرن رو شکل میده. یه تحقیق هم در سال 2009 انجام شد که نشون داد این منطقه میتونه شامل 30% از گاز کشف نشده و 13% از نفت کشف نشده جهان باشه. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ اخیراً گفته که دانمارک قادر به حفاظت از گرینلند در برابر رقبای ژئوپلیتیکی نیست و همینطور گفته که این امر برای دفاع از ایالات متحده حیاتی هستش. اگر علاقه‌مند هستید اطلاعات دقیق‌تر و کاملتری رو در خصوص استراتژی ایالات متحده در مورد جزیره گرینلند بدونید، میتونید به سایت مطالعات اروپا رجوع بکنید و متن مقاله رو کامل مطالعه کنید.